مامان شما وقتی بطری آب معدنی، نوشابه یا دلسترش خالی میشه اون دوباره پر میکنه میذاره تو یخچال. به والله این کار بزرگترین ظلمیه که میتونه در حق خودش و شما انجام بده. چرا؟ تا آخر ویدیو همراه هم باش. قبلش پیش‌فرضم بهت بدم، روی هر کدوم از این پلاستیکا یه کد تعیین شده، یه کد روش نوشته شده که بر اساس همون کارایی متفاوتی هم داره. الان دم دستت بطری نوشابه، دلستر یا حتی آب معدنی دم دستته، تهش نگاه بنداز، عدد 1 نوشته شده. یا PET پلی اتیلن ترپتالات. این پلاستیک‌ها فقط برای یک بار استفاده شدن طراحی شده و در مقابل نور، گرما و حتی شستشو مقاومت خیلی کمی دارن. استفاده چندین و چند باره از این بطری‌های پلاستیکی باعث آزادسازی ماده سرطانزای BPA تو مایعات میشه. اینجوری آروم آروم دارید سم وارد بدنت می‌کنید. روی پلاستیک‌های ماست شیر عدد 2 نوشته شده HDPE نسبت به اولی مقاوم‌تر، ایمن‌تر و میشه تا چند بار استفاده کرد. چیزی هولوش بین 5 تا 10 بار. عدد 3 PVC ها که برای بطری‌های روغن خیلی استفاده میشه. یکی از بدترین ها برای نگهداری مواد غذایی که خیلی از مادرها خیلی ازش استفاده میکنن. من دیدم حتی توش خیارشور میذارن. بابا امکان داره فتالات آزاد کنه و با هورمونا کلا تداخل داشته باشه. اینجوری ما داریم سرطان به خورد خودمون میدیم. تو رو خدا کمی باید. خب عدد 4 LDPE یا همون کیسه‌های فریزر و پلاستیک خودمون هستن که نرم و قابل انعطافن. یه نکته وجود داره، مواد غذایی داغو نباید اون رو نگه داریم چون واکنش شیمیایی آزاد میکنه. خب عدد 5 PP ها بهترین ظروف برای نگهداری مواد غذایی دقیقاً همینان P. و اما عدد 6 PS ها ظروف یک بار مصرف، مثل این لیوانا. لطفاً توی این لیوانا آب جوش نریزین، چای نریزین چون سرطان خالصه. کیه که گوش بده، خیلی از مراسمات توی همین لیوانا چای میریزن میدن دست مردم. این پست رو بفرست برای مامانت و بهش بگو مامان تو رو خدا یکم بیشتر فکر خودت باش. همین. لاغری آسان با رضایی فیت.